به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه 19 از شیمی امیدو رو در خدمتتون هستیم. فصل 5 رو میخوایم شروع کنیم به نام اصول ترمودینامیک شیمیایی. انشاءالله این فصل آخر شما خواهد بود. من این فصل رو حالا احتمالاً در طی 2 جلسه براتون بیان میکنم و انشاءالله برای امتحان پایان ترمم از همین مقدار باقی مونده امتحان رو میگیریم. 2 فصل اول رو امتحان میان ترم گرفتیم، فصل 4 و 5 رو انشاءالله میذاریم برای امتحان پایان ترمتون و امتحانتون رو برگزار میکنیم. حالا که امتحان به چه صورت هست، آنلاین هست یا اینکه مثل همون حالت میان ترم هست، همین مشخصه. چون باید دانشگاه به ما حالا اعلام کنه، چون ما میان ترم دست خودمون هست، اما اگه بخوام یک سیستم یک پارچه رو حالا پیاده کنن، احتمال اینکه بگن حالا یک روش خاصی به کار ببریم برای امتحانات پایان ترم هست. پس ما فعلا منتظر میمونیم که ببینم خود دانشگاه چی میگه. انشاءالله این 2 تا فصل که فرستادم خدمتتون، براتون کلاس آنلاین، کلاس رفع اشکال مجازی آنلاین میذارم. مثلا اگه اشکالاتی داشتید رو ما رفع کنیم و خیالمون بابت حالا این درس دیگه راحت باشه تا زمان امتحانش انشاءالله. خب شروع میکنیم فصل 5 اصول ترمودینامیک شیمی. ترمودینامیک یعنی مطالعه تغییرات انرژی همراه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی. یعنی اینکه وقتی تغییر فیزیکی یا شیمیایی در یه ماده رخ میده، ما تغییرات انرژی رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم انرژی حالا سیستممون کم شده، زیاد شده. ببینید کلا ما 2 تا مورد به نام سامانه و محیط داریم. ما باید بدونیم سامانه و محیط تبادل انرژی با هم انجام میدن. میبینید بعضیاتون بعضی وقتا محیط به سامانه انرژی یا گرما میده، گاهی اوقات سامانه به محیطمون گرما یا انرژی میده. حالا ما کلا در مورد اصول ترمودینامیک شیمی یا همون گرما معمولا یا انرژی با هم اینجا صحبت میکنیم. قوانین ترمودینامیک مشخص میکند که یک واکنش از لحاظ تئوری یا نظری انجام پذیر است یا خیر، اما در مورد سرعت آن واکنش اطلاعاتی به ما نمیدهد، یعنی سینتیک شیمیایی. ببینید ترمودینامیک شیمیایی و سینتیک شیمیایی 2 جزئی که مکمل همدیگه هستند. به عنوان مثال ترمودینامیک، حالا ما جلوتر که رفتیم کامل باشیم آشنایی پیدا میکنیم. قوانین ترمودینامیک به ما میگه که یه واکنش انجام پذیر هست یا نه. اگه قوانین ترمودینامیک به ما بگه این واکنش انجام نمیشه، شما هر کاری کنید نمیتونید این واکنش رو حالا به سر انجام برسونید. پس بهتره که وقتی ما یه واکنش جدیدی رو انجام میدیم، اول ترمودینامیک رو بررسی کنید ببین واکنش انجام میشه یا نه. ترمودینامیک هم یعنی گرمازی و گرمازی بودن اون واکنش، آنتروپی کم میشه زیاد میشه توی اون واکنش تا بقیه مسائل که حالا توی این فصل کامل براتون توضیح میدیم. خب سینتز شیمیایی چیه؟ سینتز شیمیایی به شما میگه سرعت اون واکنش چقدره. به عنوان مثال اگه ترمودینامیک توی واکنش خاص به شما میگه این واکنش انجام پذیره، اما توی سینتز شیمیایی طبق فرمولایی که داره شما مشخص کنید این واکنش خیلی کنده، اصلا میتونید بگید که اینقدر این واکنش کند انجام میشه که اصلا انجام پذیر بودنش غیر ممکنه. مثلا ما میگیم که تولید نفت از مثلا جانداران زیرزمینی یه واکنش دیگه داره، یه واکنش شیمیایی که این جانداران رو به نفت تبدیل میکنه. خب از نظر ترمودینامیک این واکنش انجام پذیره، چون یه واکنش تجزیه است، انجام پذیره و مشکلی هم نداره. اما در مورد سرعت اون واکنش چیزی به شما نمیگه، فقط این واکنش انجام میشه. اما که شما میگید سینتیک سرعت اون واکنش رو بررسی میکنید، ببینید این میلیاردها سال طول میکشه تا تجزیه انجام بشه و این نفت تولید بشه. پس سینتیک شیمیایی میتونه به شما بگه اگرچه طبق قوانین ترمودینامیک این واکنش انجام پذیره، اما سرعتش به حدی کم هست که شما میتونید بگید اونو انجام ناپذیره. درسته؟ به این صورت هست. پس ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی 2 تا مبحث مکمل هم هستن. خب متاسفانه ما نمیتونیم سینتیک شیمیایی هم برای شما بیان کنیم، چون حجم مسائلتون میره بالا، کلاس مجازی هست، یکم شما رو اذیت میکنه. گفتیم شما که رشتهتون زیست است، حالا اگه شیمی بودیم ما مجبور بودیم سینتیک شیمیایی هم براتون بگیم، اما خب ما بسنده میکنیم انشالله این ترم به ترمودینامیک شیمیایی و ببینیم که
انشالله که حالا فکر کنم دیگه شما شیمی هم نداری که بخواید ژنتیک رو بررسی کنید. حالا اگه دیگه مشکلی نباشه ما تو همین فصل انشالله کتاب شما رو این کلاس شما رو به اتمام برسونیم. خب بنابراین ممکن است واکنشی که از لحاظ ترمودینامیک خود به خودی و قابل انجام است آنقدر کند صورت گیرد که در شرایط عادی امکان انجام آن وجود نداشته باشد. پس برای انجام پذیر بودن یک واکنش در محیط آزمایشگاهی هم مطالعه ترمودینامیک و هم مطالعه سینتیک واکنش ضروری است. خب بریم سراغ قانون اول ترمودینامیک ببینیم چی رو میگه. قانون اول ترمودینامیک قانون پایداری انرژی از یک صورت به صورت دیگر تبدیل می‌شود اما خلق یا نابود نمی‌شود. به عبارتی انرژی کل جهان ثابت است. خب برای قانون اول ترمودینامیک ما دلتا ای یا همون انرژی که رد و بدل میشه برابر است با W به اضافه Q. W یعنی کار انجام شده، Q هم یعنی گرمای مبادله شده. میخواد بگه قانون پایداری انرژی وجود داره، یعنی این انرژی که شما حالا ترکیبی دارید، هر جایی که این انرژی رو دارید به دو صورت میتونه برای شما تبدیل بشه. یکی میتونه به گرما تبدیل بشه این انرژی، یکی میتونه به کار تبدیل، یعنی کاری رو بر شما انجام بده. پس میتونیم بگیم مجموع این دو تا رو اگه من با هم جمع کنم دلتا ای یا انرژی کل اون واکنشی که میخوام به دست میاد. خب من میام الان تو اسلایدهای بعدی Q رو کامل معرفی میکنم براتون، W رو هم معرفی میکنم و بعد میتونیم دلتا ای رو از این واکنش از جمع این دوتا به دست بیاریم. اجازه من Q رو معرفی میکنم یا گرمای مبادله شده. Q میتونه مثبت یا منفی باشه. چه موقع Q مثبته؟ زمانی که سامانه گرما از محیط بگیرد، Q شما مثبت. چه موقع Q منفی هست؟ موقعی که سامانه گرما به محیط بدهد. خب نگاه کنید، من به شما گفتم شما یه سامانه دارید. سامانه یعنی اونجایی که داره واکنش انجام میشه. محیط یعنی محیط اطرافش دیگه، درسته؟ تمام محیط اطرافش بهش میگن محیط که مثلا در مقابل باهاش قرار داره و میتونه گرما بهش بده یا گرما ازش بگیره. خب اگه سامانه شما گرما از محیط بگیره، چون گرما رو گرفته با علامت مثبت نشون داده میشه، و اگه سامانه‌تون گرما رو به محیط بده چون حالا گرما رو آزاد کرده صورت منفی دیده میشه کیوتون. خب واکنش‌های گرماده و گرماگیر منظورمون هست اون دو تا مورد. ما دوباره حالا توضیح در مورد این دو تا نمودار میدیم خدمتتون که گرماگیر و گرماده هستن. واکنش‌های گرماگیر که همون مورد بالا رو گفتم، سامانه گرما از محیط میگیره. ببینید این واکنش دهنده‌ها یه نموداری ما داریم انرژی بر حسب پیشرفت واکنش. این خط یعنی انرژی واکنش دهنده‌های شما. خب این واکنش دهنده‌ها میخواد به فراورده تبدیل بشه. بنابراین وقتی این واکنش دهنده میخواد به فراورده تبدیل یه مسیری به این صورت رو طی میکنه. البته شما اینا رو قبلا خوندم، ما یه مرور میکنیم براتون که به یادتون بیاد. خب این مسیر رو که طی میکنه نگاه کنید، بالاخره فراورده ها یه جایی سطح انرژیشون هست دیگه. الان نگاه کنید سطح انرژی فراورده ها به عنوان مثال اینجا، چون واکنش دهنده ها گرما گرفتن و سطح انرژیشون افزایش پیدا کرده، به این واکنش ها میگن واکنش های گرماگیر. درسته؟ خب چه مقدار گرما گرفته؟ به اندازه کیو که ما اینجا کیو رو با دلتا اس برابر قرار میدیم و همیشه اینجا رو ما میگیم تفاوت انرژی بین واکنش دهنده و فراورده ها با دلتا اس نشون میدن. اما جلوتر که رفتیم به شما میگم چرا ما به این میگیم دلتا اس، مثلا نمیگیم دلتا ای، چون به شما گفتیم که دلتا ای برابر است با W به اضافه کیو. چرا به این دلتا ای نمیگیم؟ چون اینجا کاری انجام نشده، فقط تبادل گرما بوده، بهش میگیم دلتا اس. حالا جلوتر کامل توضیح میدیم به این قسمت براتون. خب پس چون واکنش دهنده یه مقدار گرما گرفتن و به فراورده ها تبدیل شدن، ببین میگیم واکنش‌های گرماگیر. چون سامانه برامون مهمه دیگه، من کاری به محیط اصلا ندارم. شما هر اتفاقی بر سامانه‌تون بیفته برعکسش برای محیط اتفاق میفته. مثلا سامانه شما گرما بگیره، خب محیط یعنی شما گرما از دست داده، پس شما اصلا کاری به محیط نداشته باشید، فقط سامانه رو در نظر بگیرید.
پس سامانه شما همونی که واکنش توش انجام میشه. این واکنش دهان میرفت میبینید سطح انرژیش افزایش پیدا میکنه. پس متوجه میشید یه مقداری از محیط گرما یا انرژی گرفته، بنابراین این که از محیط گرما و انرژی میگیره با علامت سیوی مثبت نشون میدن. پس اگه شما مثلا میگن دلتا اچ واکنش مثبت 76 کیلوژول هست، شما میگید که یعنی این واکنش گرماگیر بوده، چون دلتا اچ یا کیوش بوده مثبت بوده. برای واکنش‌های گرماده چطور عمل می‌کنید؟ واکنش‌های گرماده عکس واکنش‌های گرماگیر هستند. یعنی سطح انرژی واکنش دهنده‌های شما بالاست، بعد زمانی که انرژی آزاد می‌کنن سطح فرآورده‌ها میاد پایین. درسته؟ پس سطح واکنش دهنده‌ها بالاتر از سطح فرآورده‌هاست. یعنی میگن واکنش‌های گرماده. خب نگاه کنید، چون سطح انرژی واکنش دهنده‌ها بالاست، میخواد سطح انرژیشو بیاره پایین، مجبور یه مقدار گرما رو بده به محیط. درسته؟ همین مقدار گرمایی که زیادی هست و میخواد به فرآورده‌ها تبدیل بشه، این مقدار گرما رو آزاد میکنه و به محیط میده. پس سامانه گرما به محیط میدهد. درسته؟ این واکنش ها میگن واکنش های گرماده که دلتا اچش هم همون سیوش منفی هست، این گرما رو آزاد کرده. پس حواستون باشه دو تا نمودار رو حتما تو ذهنتون داشته باشید که اگه ما سوالی آوردیم متوجه باشید که گرماگیر یا گرماده هست، سیوها رو علامتش مثبت بذارید یا منفی. خب کار انجام شده یا W رو توضیح بدیم خدمتتون. ببینید W هم میتونه مثبت و منفی داشته باشه. موقعی که محیط بر روی سیستم کار انجام میده W شما مثبته، موقعی که سیستم بر روی محیط کار انجام میده W شما منفیه. سیستم همون سامانه. درسته؟ ما این کامل براتون توضیح میدیم. نگاه کنید برای که بهتر این رو متوجه بشید، ببینید W با دلتا V رابطه عکس دارن. بدین معنی که هر زمان حجم شما کم بشه W تو زیاد میشه و هر زمان که حجم شما زیاد بشه W کم میشه. خب پس W با دلتا V با علامتاشون عکس هم میگن. درسته؟ خب این کاری که مثالاتون ما هم میکنید بعد علامتاشون عکس هم میگن. خب کامل اینجا توضیح میدن که متوجه. شما فرض کنید یک سیستمی به این صورت دارید. این سیستم ها میگن سیستم های پیستوندار. درسته؟ پیستونش رو میتونن فشار بدن به سمت داخل حجم رو کم کنن یا پیستون رو به سمت بالا بکشن حجم رو زیاد کنن. خب توی این قسمت به عنوان مثال شما حالا یه واکنش دهنده دارید، حجمتون به اندازه V1. درسته؟ این حجم داخل V1. شما این پیستون رو به سمت داخل فشار میدید، حجم میشه V2. خب V2 کوچیک شد دیگه، حجمش کمتره. پس دلتا V میشه چی؟ V2 منهای V1. درسته؟ پس دلتا V تو میشه منفی. پس چون که اینجا V1 بزرگتر از V2 هست، دلتا V هم که میدونید که اون مقدار ثانویه رو منهای اولیه میکنه، یعنی که V2 منهای V1 که یک علامت منفی میگیره. پس اینجا طبق این کاری که انجام شده دلتا وی شما کمه، مثلا حجم کمتر شده، یعنی دلتا وی شما منفیه. خب ما گفتیم W با دلتا وی رابطه چی داره؟ عکس داره. پس اینجا کارتون میشه مثبت. پس شما بهتره که برای که متوجه بشید یه کاری مثبت یا منفیه به دلتا وی دقت کنید. اگه دلتا ویش منفی بود میگید که W مثبته. اگه دلتا ویش مثبت بود میگید که W منفیه. اما خب روی این تعریف هم نگاه کنید، گفته محیط بر روی سیستم کار انجام میده وقتی W مثبت. خب دقیقا انگار محیط که این اطراف هست مجبور کرده این پیستون رو که بیاد به سمت داخل. پس انگار محیط بر روی سامانه کار انجام داده و W ما چیه؟ مثبته. درسته؟ پس همین تعریف رو لطفاً به خاطر بسپارید، همین که از راه دلتا وی به دست آوردن. چون ممکنه که یه مثلا سوالی به شما میگم محیط بر روی سیستم کار انجام میده و مثال کارش این مقداره. اون موقع شما باید بدونید که چون محیط بر روی سیستم کار انجام میده اون مقداری که داده مقدار مثبته. درسته؟
به خاطر همین باید همین تعریف رو بلد باشید، همین که از روی دلتابی به دست بیاد. خب در این حالت محیط بر روی سیستم کار انجام داده است، بدین معنی که محیط باعث شده که پیستون به سمت داخل حرکت کند و حجم کاهش پیدا کند. درسته؟ پس این موردی هست که کار شما مثبت. خب کار منفی چطوره؟ عکس اون حالت اتفاق میفته به این صورت که شما حجم اولیتون مصاحبه میکنم. خب مثل که پیشم هست، یه لحظه اجازه بدید من اسلاید مربوطه رو بیارم. خواهی میکنم یه لحظه. خب حالا این عکس اون حالت قبلی هست، یعنی ویه که حجم خاصی داره. خب این ویه که شما تبدیل میشه به ویدو که حجمش بیشتر. درسته؟ پس ویدوی شما حجمش بیشتر از ویه که شما هست. درسته؟ بنابراین دلتا ویتون میشه مثبت، چون دلتا وی میشه ویدوی منهای ویه. درسته؟ خب چون که دابلیو شما علامتش عکس دلتا وی هست، بنابراین اینجا دابلیو منفیه. پس زمانی که حجم زیاد بشه دابلیوتون منفی میشه، زمانی که حجم کم بشه دابلیوتون مثبت میشه. درسته؟ پس به این مورد دقت داشته باشید. اینجوری هم میگه که در این حالت سیستم بر روی محیط کار انجام داده است، بدین معنی که سیستم باعث شده که پیستون به سمت بالا حرکت کند و حجم افزایش پیدا کند. پس نگاه کنید مثل مورد قبلی که به شما گفتیم، اینجا هم این باعث میشه که این سامانه یا سیستم بر روی محیط شما کار انجام بده، یعنی این باعث شده که این پیستونه بره به سمت بالا. پس میتونید همون عبارتی که جلوی دابلیو نوشته بودم رو هم بیان کنید، جلوی دابلیو منفی، یعنی بگیم که این سیستم انگار داره روی محیط کار انجام میده، پس به زور اومده این پیستون رو برده به سمت بالا و حجم خودش رو افزایش داده. اگه حجمش کم میشه یعنی محیطش فشار آورده، وقتی حجم زیاده این خود سامانه یا سیستم فشار آورده و کاری رو روی محیط انجام داده. خب اینجا ادامه هم به این صورت نوشتن که بدین معنی که سیستم باعث شده که پیستون به سمت بالا حرکت کند و حجممون افزایش پیدا بکنه. خب بریم سراغ آنتازی یا دلتایسی که گفتم خدمتتون باید توضیح بدم. نگاه کنید ما چه موقع به این کیو میگیم دلتا اس. اینو ما همیشه نمیتونیم به این کیو بگیم دلتا اس. الان بهتون نشون میدم. شما متوجه شدید که کار به چی وابسته است؟ به دلتا وی. یعنی اگه علامت این حرفی باشه علامت این عکسشه. خب من حالا اگه دلتا وی صفر باشه منظورم یعنی حجمم تغییر نکنه، حجم اول واکنشم با حجم ثانویه واکنش من یکسان باشه. وقتی یکسان باشه ویدو منهای ویدو میشه صفر دیگه. درسته؟ پس اگه حجم من یکسان باشه و تغییری نداشته باشه دلتا وی من میشه صفر، کار من میشه صفر، پس دابلیو میشه صفر. دلتا ای هم که ما گفتیم میشه دابلیو به اضافه کیو. درسته؟ پس دابلیو که صفر هست میشه، پس دلتا ای شما فقط برابر با کیوه. خب این کیوه که من یه وی گذاشتم کنارش، یعنی اینکه حجم ثابته، پس کنار کیو که وی گذاشتم یعنی این وی یا حجم که ثابته. پس زمانی که حجم من ثابت باشه من کیوم با دلتا ای نشون میدم. درسته؟ پس حواستون باشه چه موقع من کیو رو با دلتا اس نشون میدم، چه موقع با دلتا ای نشون میدم. پس گرما یا همون انرژیه زمانی که حجم منفی واکنش ثابته همون دلتا ای هست. درسته؟ خب اینجا درست نوشتم گرما در حجم ثابت میشه دلتا ای. خب حالا گرما توی فشار ثابت، نگاه کنید کیو گذاشتم یه توی کوچیک پایینش یعنی فشار ثابته. گرما توی فشار ثابت میگن دلتا اس. پس زمانی که ما دلتا اس رو بیان میکنیم منظور همون کیوه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط توی فشار ثابت. یعنی مثلا تو محیط آزمایشگاه داره واکنش انجام میشه، توی محیط دربسته انجام نمیشه. پس این میشه که گرما توی فشار ثابت که اون رو با دلتا اس نشون میدن. اینجا هم که براتون نوشتم.
خب حالا یه رابطه بین دلتا X و دلتا E و بقیه موارد وجود داره که ما حالا این رابطه رو میدیم و مسئله حل میکنیم. دلتا X برابر است با دلتا E به اضافه دلتا N RT. خب یه چیزی معرفی میکنیم که دلتا X که گفتیم گرما در فشار ثابت هست، دلتا E هم که گفتیم گرما در حجم ثابته، دلتا N هم تعداد مول‌های گازیه. حالا براتون میگم دلتای N یعنی N2 منهای N1. حالا N2 چیه؟ تعداد مول‌های گازی سمت فراورده ها. N1 چیه؟ تعداد مول‌های گازی سمت واکنش دهنده ها که شما باید N2 رو منهای N1 بکنید و یه عددی برای دلتا N به دست بیارید. حالا مثال زدم بیشتر متوجه میشید. R چیه؟ R همون ثابت گاز هاست. اما دقت کنید R اینجا 8.314 است. حواستون به این ثابته باشه. عدد ثابتی که عددش رو حفظ داشته باشید. کی هم که دما هست، من اینجا دوباره نوشتم زمان، اشتباه کردم. دما بر حسب کلوین هست، من اشتباه هم نوشتم زمان، لطفاً تصحیح کنید. پس کی هم که چی؟ دما بر حسب کلوین. حواستون باشه که درجه سانتیگراد نمیتونید بذارید. خب یه مثال آوردم براتون. گرمای احتراق CH4 که همون متانه با حجم ثابت در یک گرماسنج بمبی در 5 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده و مقدار منفی 885.4 کیلوژول برای آن به دست آمد. دلتا F چقدر است؟ خب نگاه کنید، شما الان به شما میگه گرما، اما خب نگفته این گرماه دلتا F یا دلتا E. اما نگاه کنید به شما خب در حجم ثابت. خب در گرما در حجم ثابت گفتیم برابر با چیه؟ دلتا E. پس این عددی که به شما داده همون دلتا E که به شما داده، درسته؟ اینو باید دقت کنید. اگه گفته بود در فشار ثابت، یعنی این مقدار عددی که بهتون داده چیه؟ به جای دلتا X استفاده میشه. خب حالا البته خودش گفته دلتا X چقدره، مثلا میشه احتمال داشت شما دلتا E رو متوجه بشید. خب بهتره که یاد بگیرید در حجم ثابت و فشار ثابت با چی نشون داره. واکنش هم این هست دیگه، CH4 گازی به اضافه 2 تا O2 گازی. حتما حالت‌ها رو براتون می‌نویسم. تو شما که می‌خواید دلتا N رو به دست بیارید، فقط باید مولکول‌های گازی رو استفاده کنید. خب CO2 به صورت گازی به اضافه 2 تا H2 به صورت مایع. اولا که باید حتما موازنه رو اولش انجام بدید. اینو خیلی خوب در نظر بگیرید. حالا من اینجا خودش موازنه داده شده به شما دادم که مشکلی نداشته باشید برای حل. اما حتما باید حواستون باشه اگه واکنشی به شما داده و موازنه نیست، ابتدا با موازنه‌اش رو انجام بدید، بعد برید سراغ حل مسئله. خب گرمای خب ما گفتیم که وقتی که دلتایی و دلتا X مسئله باشه میتونیم از این فرمول دلتا X برابر است با دلتا E به اضافه دلتا N RT. دلتا X رو که نداریم، اول دلتا N رو اینجا محاسبه کرده، گفتیم دلتا N میشه N2 منهای N. یعنی اینکه توی محصولات هر چی گازی داریم ببینیم ضریبش چنده. الان اینکه گازی نیست مثلا حساب نیست برای N، اما اینجا یه مولکول CO2 داریم که گازیه، پس میذاریم جای N2 منهای. خب اینجا 2 مولکول داریم گازی شکل، اینجا هم یه مولکول و کلا توی سمت واکنش دهنده 3 مولکول گازی شکل دارن. پس میشه که منهای 3 برابر است با -2. درسته؟ خب دلتا این رو به دست آوردم. حالا دلتا ای چیه؟ دلتا ای که خودش عدد داده بود -885.4 به اضافه جای دلتا n -2 میذارم، جای آر هم که همون 8.314 و دما هم که 25 درجه سانتیگراد گفتیم. ما گفتیم حتما باید بر حسب کلوین باشه. پس 25 به اضافه 273 میکنم که 298 و این رو انجام میدم. خیلی خوب دقت داشته من جواب آخر رو براتون ننوشتم چون خود میگه جواب آخر رو به دست بیارید. اما تو این مسائل معمولا بچه‌ها روی اینکه چی بنویسن و یا جایگذاری کنن مشکل ندارن. معمولا همه توی جواب آخر مشکل دارن. توی جواب آخر چیزی نیست، همه اینا در هم ضرب میشه، یه عدد منفی قبلش میاد. اینم که عدد منفیه، منفی‌ها با همدیگه جمع جبری میشن، یعنی هر دو رو با هم جمع میکنیم با علامت منفی. اینو خوب دقت کنید، دانشجوها اکثرا توی این قسمت مشکل دارن. پس حواستون باشه جمع جبری دیگه و میتونید راحت به دستش بیارید. یه مثال دیگه براتون آوردم. گفتید که دلتا H
صفر و دلتا ای صفر با واکنش زیر و محاسبه کنید. یعنی هم دلتا اچ رو میخواد هم دلتا ای. خب ببینیم چه داده‌هایی بهمون دادن. اولا واکنش رو داده همش راضی‌اند و واکنش هم موازنه هم کرده خودش. درسته؟ خب نگاه کنید یه داده‌های دیگه هم داده. گفته آنتالژی‌های تشکیل استاندارد OF2 23 کیلوجول H2O عدد داده، HS هم عدد داده. آنتالپی های تشکیل استاندارد. درسته؟ خب حالا اگه از گذشته یادتون باشه ما دلتا H رو میتونیم از H های مختلف به دست بیاریم. نگاه کنید دلتا H برابر است با 2 تا آنتالپی تشکیل فراورده ها رو منهای آنتالپی تشکیل واکنش دهنده ها بکنید. پس نگاه کنید شما الان توی فراورده هاتون HS دارید و O2. اما حواستون باشه زمانی که عنصر دارید آنتالپی تشکیل استاندارد عنصر صفره. پس لطفاً خودتون روی O2 یه خط بکشید چون اصلا عددی هم به شما نداده. پس مشخصه که برای O2 آنتالپی تشکیل استاندارد من صفره. حالا میخوایم عنوان یه نکته‌ای هم یادداشت کنیم. برای کل عنصرها، عنصر یعنی چی؟ یعنی ترکیبی که از یک نوع اتم تشکیل شده مثل O2 مثل هلیوم مثل H2 یا هر چی از این قبیل ترکیبات از این قبیل عنصرها اینا چی هستن؟ اینا آنتالپی تشکیل استانداردشون صفره. پس به خاطر همین هست که برای O2 عددی نداده. خب برای به دست آوردن دلتا از همین داده‌ها استفاده می‌کنیم. اینو آنتالپی تشکیل استاندارد محصولات منهای مواد اولیه. خب محصولات این حساب نمیشه. پس حالا ضریبات هم باید توش حواستون باشه. 2 تا آنتالپی تشکیل HA منهای آنتالپی تشکیل OF2 به اضافه آنتالپی تشکیل H2O. درسته؟ توی کوشه گذاشتم یعنی اینا مال مواد واکنش دهنده است. اینم مال فراورده است. درسته؟ پس اینو دقت کنید. پس من با استفاده از این داده‌هایی که بهم داده میام دلتایی که از این داده‌ها به دست میارم. میشه آنتالپی تشکیل استاندارد محصولات منهای مواد اولیه. خب از این بعدش بقیه‌اش جایگذاریه دیگه. ضریب رو میذاریم آنتالپی تشکیل استاندارد HA بهمون عدد داده همون رو میذارم منهای حواستون باشه حتما فروش میذارید این منفی برای هر دو تا حساب بیاد. دلتا صفر F یا همون آنتالپی تشکیل استاندارد OF2 هم عدد داده میذاریم. اینم که عددش رو داده با هم جمع میکنیم. خب این رو یه جمع جبری انجام میدیم در یه منفی ضرب میشه. بعد این هم در این عدد ضرب میکنیم و کلا جمع جبریات انجام میدیم و این عدد میشه. حالا برای که بدونید حالا صحیح حل کردید یا نه حتما جواب اون محاسبه که انجام میدیم و محاسبه که من انجام دادم رو حتما با هم دیگه نگاه کنید ببینید کدوم که درست شما حل کردید یا نه. میگم بچه‌ها تو این قسمت اشتباه و بیشتر رو توی این منفی و مثبت‌ها و یا جمع جبری انجام دادن میکنن. پس لطفاً همینجا مشکلتون رو حل کنید که تو اون قسمت یه مشکلی نداشته باشید. خب بعد دلتا ای و دلتا اچ کلا برابر است با دلتا ای به اضافه دلتا ان آرسی. درسته؟ دلتا ان هم بخواید حساب کنید این دو مول بازی یه مول بازی میشه 3 منهای یه مول با یه مول میشه 2 3 منهای 2 برابر است با 1. پس شما میتونید یه جایگزینی انجام بدید. دلتا اچ رو که ما به دست آوردیم دلتا ای رو که نداریم چون من گفته دلتا اچ و دلتا ای رو دو تا به دست بیاریم. دلتا ان هم که جاش دیش میذاریم. درسته؟ آرم که همون 8,314 و تی شما هم که 298 و راحت میتونید دوباره با استفاده از جمع جبری درسته اینا یه عدد میشن کلا میره اون سمت و دلتایی این سمت میمونه. بنابراین میتونید دلتایی رو مقدارش رو خیلی راحت به دست بیارید. خب ببینید قانون دوم ترمودینامیک چیه؟ این قانون مربوط به آنتروپیه. آنتروپی رو با S نشون میدن و منظور از آنتروپی بی‌نظمی. نگاه کنید هر که آنتروپی بالاتر باشه یعنی بی‌نظمی بالاتره. خب هر تغییر خود به خودی با افزایش آنتروپی همراه است. یعنی معمولا واکنش‌ها دوست دارن برن سراغ بی‌نظمی. اینکه بی‌نظمیشون افزایش پیدا کنه، فاصله رو از همدیگه بیشتر کنن. پس میگیم معمولا تغییرات خود به خودی با افزایش آنتروپی، افزایش بی‌نظمی همراه هستند. خب ما الان توضیح میدیم این قانون رو خدمتتون. به عنوان مثال برای یک ماده جامد معین حالت بلورین حالتی است که
حالتی با کمترین آنتروپی، یعنی منظمترین وضعیت. پس وقتی که ما یه حالت یه ماده جامد رو داریم، این ماده جامد کمترین آنتروپی رو داره، یعنی منظمترین حالت خودش رو داره. و حالت گازی حالتی با بیشترین آنتروپی، یعنی بیشترین بی‌نظمی یا بی‌نظم‌ترین وضعیت. پس اگه مولکول‌ها به صورت گازی باشن، برعکس جامدات می‌بینیم که این بی‌نظم‌ترین وضعیت رو چون از هم پراکنده‌ترین حالت، هیچ نظم خاصی نداره، پس اینا می‌بینیم بیشترین آنتروپی رو دارن. و حالت مایع حالت بینابین آن دو، نه مثل جامد و نه مثل گاز، یه حالت بینابینشون رو از نظر آنتروپی داره. حالا میتونیم اینا چند تا تبدیل فیزیکی رو انجام بدیم دیگه. شما ذوب رو میدونید که تبدیل یعنی جامد به مایع، تبخیر رو هم میدونید یعنی تبدیل مایع به گاز. پس هم ذوب هم تبخیر با افزایش آنتروپی همراهن، یعنی اسمشون مثبته. نگاه کنید، تبدیل جامد که خیلی منظم بوده به مایع، پس آنتروپی یا بی‌نظمی افزایش پیدا میکنه دیگه. اینجا تبدیل مایع به گاز شده به بی‌نظمی‌ترین حالت، پس اینجا بی‌نظمی افزایش پیدا میکنه، پس اسمتون یا آنتروپیتون مثبت. حالا در تبلور میان عکس اونه. تبلور یعنی چی؟ یعنی تبدیل مایع به جامد، یعنی تبدیل یه ماده‌ای که زیاد نظم خاصی نداره به یه ماده‌ای که نظم خیلی زیادی داره. بنابراین این با کاهش آنتروپی همراه است. درسته؟ پس شما وقتی تبلور انجام میدید، یعنی تبدیل مایع به جامد رو انجام میدید، آنتروپی شما کاهش پیدا میکنه، بی‌نظمیتون کم میشه، بلکه ترکیب شما منظم‌تر میشه. چون بی‌نظمیتون کم میشه، اسم حالت منفی به خودش میگیره. میان هم که دقیقا شبیه به تبلور هست که تبدیل گاز به مایع هست. تبدیل گاز به مایع هم به همین صورت هست و باعث میشه که از حالت بسیار بی‌نظم به حالت یه ذره منظم‌تر در بیاد. درسته؟ بنابراین اینم با کاهش آنتروپی، کاهش بی‌نظمی همراه و اسمش رو با منفی نشون میدن. خب اینم که همون حالتی که ما گمش کرده بودیم اومده حالا آخر ایستاده. خب پس حواستون باشه این قسمت رو ما تا اینجا در مورد آنتروپی صحبت کردیم. حالا برای این جلسه کافیه. انشاءالله جلسه آینده ادامه ترمودینامیک رو بحث می‌کنیم. حالا تازه میام یه رابطه بهتون میدم که آنتروپی و دلتا اچ با هم دیگه میتونن دلتا جی واکنش و اصل ترمودینامیک رو تشکیل بدن. حالا به شما میگیم که توی واکنش بیشتر دوست داره آنتروپی منفی بشه، آنتروپی مثبت بشه یا دلتا اچ به چه صورتی در بیاد. فقط خواستم توی این جلسه کلا با مفهوم قانون اول و قانون دوم ترمودینامیک آشنا بشید. جلسه آینده حالا سعی میکنم که مبحث رو تموم بکنم که حالا شما هم زیاد اذیت نشید و بتونیم ان شاءالله ترم حالا تدریسمون رو به پایان برسونیم. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدار.